یه خردکن برات آوردم که هم سبزی خرد میکنه، هم کار چرخ گوشت رو انجام میده، هم کار مخلوط کن رو انجام میده، هم یه دونه؟ آره، هم هرچی یخ بریزی و خشکبار بریزی برات قشنگ آسیابه. البته اسمشو شنیدم ولی از نزدیک ندیدم. ببین این پایینش هم این پلاستیک هم یه پد پلاستیک نگه دارنده است که موقعی که خرد میکنه دست‌ها قشنگ فیکس باشه. اینم ضمانتنامه. خب من چقدر؟ 18 ماه ضمانتنامه داره. تیغای خوبی هم داره. اینو کند نمیشه؟ این تیغه هاش فنر فولادیه، نه زنگ میزنه نه کند میشه نه میشکنه، با خیال راحت حلیم برای رب درست کردن چیزای خیلی داغ که داغ نمیشه تو پلاستیک. چرا نمیشه؟ آخه میگم این ضرر داره. پلاستیک نیست، این پلیکربنات خودت برو تحقیق کن، اصلا چیز داغ بریزی تو پلیکربنات هیچ آسیب و ضرری، هیچ ماده سمی بعد ازش اینجا آزاد وقتی نمیشه. که موتورش اینجاست ما یه چیز مایات بریزیم خب این یه موتورش محافظ داره. دست آدم بیفته این میشکنه. نشکنه دختر. بابا مگه میشه؟ چرا؟ حالا الان بهت این نشون میدم. نشکنه؟ آره، یک دو. کمپانی درجه یک ایرانی این دستگاه رو ساخته، گارانتی. خیلی تعریف آسانو شنیده بودم. آره، ولی بیا دیگه بالا. الان با چشمای خودم دیدم و بهم ثابت شد.